مردم نخستین. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، همینطور که مطلع هستید در قرآن آیه‌ای داریم که خدا به ملائک میگه میخوام انسان خلق کنم. ملائک میگن نه خدایا بس نیست، مثلا در زمین قتل انجام دادن، کشتار انجام دادن و زمین رو به فساد کشوندن. پیامبر خدای متعال میگه انی اعلم ما لا تعلمون، یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. این آیه مفهومش اینه که انسان‌های قبل از انسان‌های ما هم بودند با یک اسکلت بسیار بزرگتر و درشتر که خیلی همدیگر رو ظاهراً می‌خوردند و می‌کشتند و به نسبت نسل انسانیتی که ظاهراً بیش از 7-8 هزار سال بیشتر نیست از زمان حضرت آدم، به نسبت ما شاید خیلی کشتار و قتلشون بیشتر بوده. این هم الان یه نمونه‌ای که الان آقا محسن بره کنار جمجمه اون واسه شما متوجه خواهید شد که این چقدر بزرگه. یعنی شاید 5 برابر یک انسان معمولی این عصر و این زمان. خب این خیلی برای ما جالب بود، هیچ وقت ندیده بودیم و اینجا در شهر کرابی دیدیم اسکلت انسان‌های قبل از انسان‌های اولیه و غارنشین‌های قبل از انسان‌هایی که فرزندان حضرت آدم